دورا سوریه یا مافی مروان راپورتک درباری بکارانینا رژیم اسد جه چکن کیماوی را بلاف کرد. تیده به بلگر آگهاند که رژیم اسد چکن کیماوی لگوندواری لاسقیه بکارانینه. دورا سوریه دهمان راپورت خود اشکره کرد که ایریشکرنا گونده الکبینه لگوندواری لاسقیه جعالی رژیمه و ده چارچوبه اپراسیون ویا لشکری لسر باکوری سوریه هات و تکس کرد که رژیم اسد به یک یاسای مروویا نافدولتی و ریکفتنا قدغه کرنا چکن کیماوی اروها تبایا بریارین انجمن اولهی نافدولتی انگریدایی به بریارین 21 و 22-35 بن پیکریه. همان راپورت دازانین که رژیم اسد چکن کیماوی لدیجی سیویلان لگوندواری لاسقیه بکار آنیه و پیوسته ولاتین روژ آوایی سوزا خواه بجیبینه درباری ویکه که جالی خواه ولات امریکا و فرانسه و بریتانیا را گهانده بون گو اگر هات بشتراس کرن که رژیم اسد چکن کیماوی بکار آنی به دوی دمیده اوی برسیوه بدن. دورا سوریه دهمان راپورت خود گوت گو پیوسته هر چار ولاتین هر دم اندام ده انجمن اولهی نافدولتی ده فشار بخن سر روسیه تا کو پشتوانی خوش رژیم اسد رایا کوچکن کیماوی لدیجی سیویلان بکارتینه را وستینه و داخواز جو کمیته وکولین نافدولتی سربخه COL و میکانیزم نافدولتی به عالی کرد که دست به لیکولینان بکن درباره ایریشن کیماویین که رژیم اسد در حق سیویلان ده بکارتینه لطوای دورین سوریه یا هریداویجی یا کل گنده کبین الگندواری لاسقیه پیکانیه. دوران افهاتی ده همان راپورت خوده داخواز جری خصنا قدغه کرنا چکن کیماوی کریه که پیک اینرین دبر انجامدان ایریشن کیماوی لسر گنده کبینه و توای ایریشن دنین که هاتن انجامدان لدورین جدا جدا لسوریه دست نیشان بکه تا که دزوترین دم ده ورنه دادگه و سزادان.